یا زن خودش را بوسه میکند یا میساس میکند، اگر انزال شود اینجا قضا میدارد. زیرا که در ماه رمضان فقهای ما و شما میساس کردن بر زن و بوسه کردن زن اگر خوف شهوت باشد من کردن. یعنی انسانی که خودش اداره کردن نمیتواند، میداند که بعد بوسه یا بعد میساس دادن زن ممکن است که مثال کار به حد کلانش برساند، این صورت چکار میکند؟ وای باید که احتراز کند. салом дӯстон, бисёри шумо аз простатит тағмисӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага баход мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдуҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. трилибус масин бародаро муҳлатам хобагия дароз мекунад, танара баход мекунад, фоизи мания баланд мекунад, желаниям хобагия хуб мекунад. равғанои хилба раи пешобҳоӣ мекунад, гардиши хуна тез мекунад. чунин бародаро санг намаки гурдаро мерезонанд, барои гурда воспалениша мегиранд. қисал ҳинди боша против микроб ёрдам мекунад, ҳамчунин бародаро воспалени простатаро мегирад. фитосвечаҳо бошанд бародаро барои воспалени простатаро гирифтан ва раҳи пешобро ҳуй кардан ва ҳамчунин бародаро барои желаниям хубагитова хуб кардан, барои воспалени қади рӯдуҳоро гирифтан. марҳамат бародаро, занг бизанед, полноценный курсша ба нархи арзон ба ҳама шаҳрҳо дастафка мекунем. او احتلمه، یا مثال آدم روزدار روز خواب میکند، خواه شیطان مثال فندش میزند، یا اینکه مثال در خوابش یگان خواب میبیند، بیدار میشود که احتلام شده است. در این صورت هم روزه شما شکستگی نیست، رفته غسل جنابت کنین. آوازی کردن بر روزه هیچ ضلال زیان ندارد. رفته آوازی تو نمیکنین، غسل جنابت میکنین و روزه شما را نه میشکنند، نه کفارت دارد، نه قضا دارد. او نظر فانزله، یا اینکه اگر به سوی زن خودت نگاه میکنی و شهوت کشاده میشود، همون احتلام میشه. این صورت هم در روزه تو ضلالی نیست. یا اینکه در دهان شما غبار میدراید، چنگ خاک میشود، در دهان شما هم چنگ خاک میدراید. او دخان، یا اینکه بعضی آدم های هستند زکام میشوند، مثال سیپندود استفاده میکنند، یا نزد چکدان باشند نان میپزند. خب خلاص کدام نوع دودی که نباشد، اگر در مشام شما، در دهان شما که داخل شد، اینم در روزه شما هیچ نقص آوردگی نیست. او ذباب حلقه، یا اینکه پشه که در حلق شما داخل می شود، اینم روزه شما را نمیشکند. اگر بوسه کند، یا زن خودش را بوسه میکند یا میساس میکند، اگر انزال شود اینجا قضا میدارد. زیرا که در ماه رمضان فقهای ما و شما میساس کردن بر زن و بوسه کردن زن اگر خوف شهوت باشد من کردن. یعنی انسانی که خودش اداره کردن نمیتواند، میداند که بعد بوسه یا بعد میساس دادن زن ممکن است که مثال کار به حد کلانش برساند، این صورت چکار میکند؟ وای باید که احتراز کند، وای باید نه بوسه کند و نه چی کند، نه میساس کند. میگه عایشه صدیقه یه حدیث روایت کردگی هستند، در صحیح مسلم میگذرد، میگه گفتم پیغمبر خدا در ماه رمضان بعضی از زنهایش را بوسه میکرد و بعضی از زنهایش را میساس میداد و میگه خنده کرد. صحابه ها فهمیدن که همین خود عایشه بود که رسول الله همین عایشه را در کنار خود میکشید، میبوید، بوسه میکرد، لیکن رسول اکرم بود و ایمین از شهوت بود. از این خاطر کسی ایمین از شهوت هست برای باکی ندارد. لیکن اگر ایمین نداشته باشد، خوف داشته باشد که ممکن است که مثال کار نتیجهش ناخوب شود، در این صورت باید که دوری بجوید. آن چیزی که میگه در دندانهای شما از خوردن سحر باقی ماند، اگر کمتر از دانه نخود باشد، شما را به زبان خود حرکت دهید و فرو برید، اون روزه شما را نمیشکند. مگر در کدام حالت میشکند؟ وقتی که بدن همون زبان ما و شما میبراریمش و نگاهش میکنیم که مثال از نخود دیده کمتر است، خانان است، خایگان نوع اطعام دیگر است، بعد اگر فروش بریم، این صورت در روزه ما و شما را میشکند. اگر نادیده با همون زبان حرکت شدیم فروش بریم، این صورت در روزه ما و شما نمیشکند.
با خاییدن دانه کنجیت هم صاحب مسئله میگوید که روزه انسان نمیشکند، زیرا که دانه کنجیت خودش بسیار حدش اقل است، کم است، با خاییدن خودش در همون گوشه های دندان باقی میماند، او به حلق هم دیگر نمیرود. از این خاطر اگر دانه ارزان وارد شده که اگر در حلق شما رفت و او را خاییدین هم که فرو هم که بردین، روزه شما را نمیشکند. و پرتافتن بر شما ذکر کردیم که اگر مبادایی که بر دهن شما آمد پر و شما او را دویم باره باز اگر داخل فرو بردین، اینجا روزه شما را میشکند. مکروهات چی هست؟ چشیدن در روزه ما و شما کراهیت دارد. چیزی نباشد از طعام باشد، اگر ما و شما برای چشیدن که وای شور است، وای تلخ است، وای شیرین است، در این صورت نماز ما و شما در کراهیت پیدا می شود. و خاییدن نان هم یا خاییدن یگان نمودی میوه هم، این هم خاییدنش فرو بردنش نه، خاییدنش هم در روزه ما و شما کراهیت دارد، مگر اگر طعامی که مادر برای کودک میده داشته باشد، اگر مادر خاییده در دهن کودک بگذارد، اینجا باکی ندارد. مادر حق دارد که طعام میخواید و در دهان همون فرزندش میگذارد. لسواک و الکحل، اگر شما مسواک کنین، مسواک چوب هایی که هست، این دندانشوهایی که الحال هستن، اینا مزه دارند، اینا استفادهش فقط همون بعد روزتونه که گرفتین، سحر خوری که کردین، بعد همون دندانها را بشوین، این بهتر است از اونی که شما در روز میشوین، البته در روزه شما کراهیت پیدا می شود. لیکن مسواک چوب داشته باشین، این باکی ندارد. یا اینکه کحل میگد اگر زن سرمه کند، اسمه بکشد در ماه رمضان، یا سری خود روغن میکند، اینها بر روزه هیچ ضرر زیان ندارد. موی سفیدی که فانی است میگد، فانی گفته از 50 ساله بالا موی سفید فانی میگن. اگر موی سفیدی که از 50 بالا شد و خودش قوت خچه میداند که خیلی برجا مانده میشود، یعنی قوت روزه گرفتن ندارد، اینجا شریعت ما و شما چیکار میکند؟ چی حکم میکند؟ حکم میکند که همان موی سفید افطار کند، هر روز میخورد و مثل صدقه فطر هر روز صدقه میکند، یعنی 2 کیلو گندم چند سامانی که شود یا 2 کیلو گندم میدهد، هر روز 2 کیلو گندم برای هر روز خوردگیش خیر احسان میکند. اگر قادر شد و قوت پیدا کرد، بعدا قضا میگیرد. و الا اگر به همون ضعیفی و ناتوانیش از دنیا گذشت، همچو روزدار از دنیا سفر کردگی است. زنی که حامله باشد، این مسئله را من در اول خواندم به شما که زیرا که این مسئله مهم است، خیلی با دقت باشین، این مسئله در همه ما و شما رخ میدهد. زنی که حامله دار باشد یا کودک میده دارد که کودک شیرخواره است، و همه ما و شما معلوم است که شیر از غذا پیدا می شود. اگر مادر غذا نخورد، طعام نخورد، شیر کم می شود. شیر همون قوتناکی که در داخلش دارد، همون قوتناکی ها گم می شود و کودک ضعیف می شود، کودک بیمار پیدا می شود. اینا گفتم. پس یک حدیث به یادم آمد، تنظیم عائله خود یک موضوع هست که در قرآن ما و شما پیش از گفتار این موضوع را بیدار کردن در حکومت ما و شما، این تنظیم عائله خودش علاکه در قرآن ما و شما ثبت کرده شدگی است. در همون جمع ذکر می شود که اگر زنی که یک کودک می زاید و در بین تنفس نمی کند و سال آیندهش کودک دیگر را می زاید، در این صورت برای همون کودک اول که در شکم مادر علاکه کودک پیدا شده است، علاکه قوتناکی شیر گم می شود. گفتم پیغمبر، یعنی پی در پی زاییدن در اینجا من کردن که از حامله بودن و باز کودک شیرخواره باشد، این صورت کودک همان شیرخواره ضرر می‌بیند، زیرا تمام قوتناکی شیر گم می شود و شیر خودش حدش کم می شود. انا اگر زنی که حامله باشد یا شیر دهنده باشد،
اگر خوف برند بر فرزندشان یا خوف برند بر سلامتیشان، این صورت چیکار میکنن؟ یا بیماری که خوف میبرد که روزه بگیرم مریضم زیاد میشود، یعنی دردم زیاد میشود، یا مسافری که سفر کرده است، از 120 کیلومتر از خانهش بیرون سفر کردگی هست، اینها را شریعت ما و شما حکم میکند که اینها حق دارند که روزه را بخورند و بعداً از مریضی که خلاص شدند، زنی که تولد کرد، کودکی که مثال الکی به وایه رسید، اینها یا مسافری که از مسافری به خانه خود برگشت، اینها در این صورت روزه را قضا میگیرند و فدیه نمیدهند. چگونه ای که اون موی سفید فدیه میداد، اینا فدیه نمیدهند. پای پیاده شهر نیست، اگر به سمالیات میره، به مرسیدس میره، به چیزی میره، همین 120 کیلومتر طی کردی تو مسافر هستی. ولی بسیار از همین عقیده در ما و شما که وقتی آدمایی که مثال سفر میکنیم به دوشنبه میریم، بعداً چیکار میکنن؟ همان 4 رکعت فرضی که هست، حالان که خدای ضیافت خدا از 2 رکعت گفتگی است، 2 رکعت فرض بخوانین. بعد چی میگد؟ این من مثال وقتم خوش است، مانده نشیدم، از همین خاطر من میرد 2 رکعت میخوانم. اگر 2 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو بلکه اگر 4 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو در اینجا در نزد خدا عاصی و روسیا هستی. خدا فرمان داده است در سوره نساء، شما سفر کردین نماز قصر کنین، نابسته تو به ماشین میره، به اسب میره، پیاده میره، فرقی نداره. این ضیافت خداست، این حکم خداست، شما به جا بیارید. خب و صوم سفر لا یضر احب، اگر مبادا ما و شما به دوشنبه رفتیم مسافر هستیم، حق داریم که روزه را در همونجا میخوریم، حق داریم، مسافر هستیم. خدا فرموده است در سوره بقره. لیکن اگر دلی تو نخواست، مثال تو سحر روزه گرفتی و بعد رفتی گفتی نه نمیشکام، این دم حق داری نشکا. در روزه حق داری، برای تو مستحب است، بخواهی بگیر، نخواهی نگیر. اگر گرفتی چی هست؟ هم قدر می شود که دیگر قضا، یعنی وقتی که به شهرت آمدی دیگر قضاش نمیداری. این ده اختیاری تو است، میخواهی بخورش، نمیخواهی هم اختیار داری سال نخورش. حساب می شود، از روزه تو حساب می شود. اگر شخص بیمار می شود، میگن بیمار شد، روزه را میخورد، روزه را میخورد، ولیکن شرط کرده شده است. میگد صاحب مسئله میگد شرط کرده شده است این که به فرزنداش نصیحت کند که بچه من 3 روز یا 4 روز یا 5 روز از رمضان خوردم. یعنی اگر به شرطی که بعد همین تندرست، یعنی بعد همون بیماریش مثال 3 روز یا 4 روز صحت میشود، مثال 5 روز روزه گرفت، 5 روز بیمار بود، مسئله را خوب گوش اندازین، 5 روز بیمار بود، در حالت بیماری خدا را رخصت دادگی است که بخورد، بعد همین بیماریش 3 روز دیگر حیات دید و از دنیا گذشت. این صورت در وارثاش باید چیکار کنند؟ همون 3 روزه ای که تندرست شده بود و روزه نگرفته بود، همونا را فدیه بدن. اون 5 روز بیماریش نه در اون حالت خدا بخشیدگی است، فقط همون 3 روزش چیکار میکنن؟ فدیهش میدن، خلاص. این شرط کرده شده است برای همون آدم که وصیت کنه فرزنداش که من 3 روز دیگر حیات دیدم و از جانب من فدیه بده. خب و فدیه کل صلاتین کصوم یومین. بین همین آدمی که فدیه میدهد بچه‌هاش، اگر همون آدم روزه نمازش هم که نخوانده باشد، مثال مبادای در حالت بیهوشی بود، این صورت نماز از گردن او برداشتگی هست و برای نماز فوتیدش هم چیکار میکند؟ فدیه میدهد، مثل با صدقه فطر. یعنی 2 کیلو گندم از روزش میدهد، 2 کیلو گندم دیگر از حساب نمازش میدهد. امروز ما و شما دوره میکنیم، دوره‌ای که در مرده ها میکنیم، اگرچند که این صحیح نیست، این دوره خودش صحیح نیست. در آدم های دوچار میشیم که بالکل نماز نخوانده است. ما و شما دروغ میگیم، همین دامله ها دروغ میگن، بعضی را ادا کرده است، بعضی را قضا کرده است.
اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای اون عاجز آمده است. این سخن ما است در دوره ها، لکن دروغ میگیم. ما در نزد خدا گناهکار هستیم. کدام نیکبختش بگیم، بدبختش بگیم، این بدعت جاری کرد. این بدعت است. این از شریعت ما و شما نیست. اگر من یک قابچه، بعضی آدم‌ها تصور میکنن که همون دانه‌های گندم چند که زیاد شد همون قدر مغفرت گناه میشود. نه، اگر تو یک تان گندم در همونجا بگذاری دوره بکن، باور کن همون آیت کریمه اینجا نفوذ دارد: و ما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. تو در دنیا ذره نیکی کرده باشی، پاداشت نیکی است. اگر ذره بدی کرده باشی، در نزد خدا اگر 10 تانه گندم که دوره بگردانند، تو از عذاب خدا نجات نمییابی. اینا را شما فراموش نکنید. فدیه همون حقی که مثال ما جدا میکنیم که فدیه صوم و صلات میگیم در حالت دوره، همونش جایز میشود که اگر همون انسان در اصل بیچاره عاجز آمد، نماز خوانده نتونست، در اصل هم بیچاره بیمار بود و به بیماریش از دنیا گذشت، این صورت این چی است؟ این عاجزی هست، این ضرورت است. اون انسانی که دیده و دانسته نماز قضا کرد، وای در دیگر دوره چی حاجت است؟ دوره چی لازم است؟ در یگان کتاب خداوندی دوره خبر دادگی نیست، باور کنید. خب و یمسک بقیت یومه مسافر قدما. اگر مسافری که در نصف روز رفت و در دوشنبه رسید، این صورت میگه اگر در نصف روز که رسیدی، مثال نصف دیگرش مانده است، همون نصف روز چکار کن؟ نصف روز در باقی بمان، روزت نخور. همون دم حق دارد، بخوردم حق دارد، لیکن اگر نخورد این بهتر است میگه. خب و حائض طهرت. و مثال شخصی بود که تا نصف روز روزدار بود، زن نصف روز در حائض شد، این صورت هم میگه چکار کند؟ این صورت هم حق دارد که اگر بخورد. برای زن حائضه روزه شرط نیست، همینا را هم برسانیم. زنهایی که اگر در حالت حیض باشند، شما البته به البته اونها را خبردار کنید که اینها این روزه‌ای که شما میگیرین این روزه نیست، برعکس طعامتان استفاده کنید، رخصت الهی است. و بعضی اولی سوالات در پیش من آمده است که از دست زن حائضه آیا طعام خوردن و نان پختن جایز است؟ این عقیده یهودی است. مردم یهود، مردم جهود، زنی که اگر حائضه شود جاگه و جدا میکند، از دست سوای هیچ طعام نمیخورد، دیگه وجودی همش میکروب است. لکن اسلام ما و شما نه. اسلام ما و شما گفتن در حالت حیض هم زن بوسه کن، در کنار خودت بگیرش، از دست سوای طعام بخو، همراه او هم نشینی کن و هیچ میکروب ندارد. خب جنون و کل شهر مسکتون. اگر کسی که از همین روز تا آخری ما دیوانه شد، کسل دیوانگی گرفتش، روز عید هوشیار شد، از گردن او ساقط از دیگر روزه نمیگیرد. للبعض میگه اگر یک روز یا 10 روز یا 20 روز یا 25 روز کسل دیوانه کسل شد و صحت شد، چکار میکرد؟ در حالت صحتیش همون روزه را پره میگیرد. و این اغمی علیه ایاما قضاها الا یوما نواها. اگر به شرطی که آدمی که بیهوش میشود، آدمی بیهوش هم آدمی که در روز مثال اغمی علیه میشود، ایاما چند روز، مثال 3 روز بیهوش خواب میکند، همینم چکار میکند؟ همینم روزش قضا میدارد، الا یوما نواها، مگر روزه میگیرد. این بود بعضی مسئله و مسائلایی که من مختصرا برای شما فهماندم. در همین ماه مبارک رمضان ضروری هست کدام سوالهایی که در شما هست نافهم است، میتونید که هر روز اینجا آمده مراجعت کنید، میتونید در جمعه ها بنویسید
و از همه چیز مهم برای شما خبر میدهم این شبها شبای تراویح است. تراویح ها را کار کنین که با امر معروف و نهی از منکر صورت بگیرد. در حالت امامتی جنگ جنجال تان نشود. بسیاری از مسجدها در علاقه ملاهایی که در دوره‌های جماعت نبودن یکی در رمضان پیدا میشوند. خطیبا یکی میبینن که آمدن رسیدن برای 4 هم صدقه فطر. اینا را شما البته همون داملهایی که در شما نماز جماعت گذرانیدن، همونایی که بیچاره‌ها مثال شب و روز قطعی شما بودن، همون از داملهای شما. یک حکایه میارم برای همین جنجال. در کتاب غزالی میگد که امام غزالی میگوید که در یک مسجد جنجال شد. یک شیخ عالم بود میگد پیش او رفتن و گفتند برادر، گفتند در همه مسجد ما بسیار جنجالی هست، میخواهم که همون جنجال مسلمان ها را رفته آرام کنی. این عالم گفت برای کدام مسئله جنجال میکنن؟ گفت یک گروهش میگن که تراویح 8 رکعت است، یک گروهش میگن که تراویح 20 رکعت است. در همین مسئله گفت اختلافی هست، جنجالی هست در داخل مسجد. عالم کی بود چی گفت؟ گفت حکم میکنم که در این مسجد بسته کنین، تمام شد از مسجد بیرون کنین، در مسجد دیگر نماز نخوانند. گفتم برای چی؟ گفتن برای که نماز تراویح خودش سنت است، لکن اتفاق مسلمین این فرض است. اتفاق شدن، اتحاد شدن، محبت بین دو مسلمان و مؤمن ها این فرض است، لکن نماز تراویح را خواندن این سنت است. برای یک سنت شده فرض ترک میکنن، مسجد بندین و مسلمانان را از مسجد بیرون کنین. کاری کنین که در بین شما اتفاقی باشد. کاری کنین که برای همون 4 صدقه فطر بین یکدیگر خصم و عداوت و بین یکدیگر جنجال نکنین. رسول اکرم میگوید الصوم جنة ما لم یخرقها. روزه برای شما یک سپر است از آتش دوزخ، شما را حمایه میکند در صورتی که شما در دنیا نشکنینش. همین سپر اختان از دست ندین. گفتن یا رسول الله چگونه سپر میشکند؟ گفتن کدام برادری که با یکدیگر کین نداشته باشد، کدام فرزندی که نزد پدر عاق باشد، کدام انسانی که نماز نمیخواند، کدام انسانی که در نماز جماعت اشتراک نمیکند، کدام برادری که زبانش در همین ماه مبارک رمضان روزدار نیست، غیبت میکند، بهتان میکند، دروغ میگوید، اینها همان کسانی هستند که روزه را شکستند، همان سپر را شکستند. این دیگر در روز قیامت این روزه برای اونها سپر نمیشود. کاری کنید که از این طایفه نباشین. رب صائم لیس من صیامه الا جوع. پیغمبر خدا گفت بسیاری از روزدارهای هست که بر اونها فقط تشنگی و گرسنگی میرسد، از ثواب چیزی نمیرسد. اینقدر مشقتی که شما میکشین فکر نکنین پدرها و برادرها، نگین که این روزه همین است که سحر خیزی تو روزه گرفتی نخوردی نه آشامیدی تا بگاه تمام تو حکم روزه را بجا، حق روزه را بجا آوردی. نه، تمام حکم هاش در رعایت کن. لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فان جهل عليك او صابك فقل اني صائم اني صائم. پیغمبر میگوید روزه این نیست که شما از خوردن و از آشامیدن دور ایستید، بلکه روزه این است که شما از دشنام و از گپ‌های قبیح و از کردارهای ناخوب برطرف کناره باشید. اگر کسی شما را دشنام داد یا ندانست که تو روزدار هستی، بگو من روزدار هستم، من روزدار هستم. این چنین معامله کنید تا که در روزه شما یک برکات شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.